سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. راه بجز از سرکوب طالبان نمیبینم، پیام نو احمد مسعود بعد نیم سال خاموشی. ساکنان تاجیکستان سلاح یک مرزبان قرغز را کشیده گرفتند. حکم یک مهاجر تاجیک که با یک نام دیگر 4 بار به روسیه سفر کرد. از تاجیکستان خواستند که نرخ نیروی برق را باز بالا برده برق تاجیک را از رسوایی نجات دهد. روسیه دیگر به ساکنان کشورهای اسنگ نفقه نمیدهد. یک نابالغ ساعت 1 شب از خانه زن همسایه پول دزدیده است. جسد پرویز اشنظروف در روسیه در مرگ است. خویش و تبارش را میجویند. و اکنون تفصیلات خبرها. احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که به ضد رژیم نو طالبان می جنگد، بعد نیم سال خاموشی یک پیام نوی ویدیویش را به مناسبت عید نوروز و رسیدن سال نو 1401 هجری شمسی نشر کرد. احمد مسعود در برابر تبریک مردم به مناسبت نوروز سال گذشته را یک سال بد برای مردم افغانستان نامید و گفت طالبان فرصت صلح در افغانستان را از بین بردند. او این گروه تندرو را که ماه اوگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست آورد، در ادامه همکاری با گروه‌های تروریستی و تبدیل دوباره افغانستان به پناهگاه و لانه تروریسم بین المللی عیبدار کرد و گفت جبهه مقاومت ملی برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان راه بجز از سرکوب طالبان نمی‌بیند. آنها از ما تقاضا دارند که یا تسلیم شویم یا با آنها بیعت کنیم. پیشنهاد ما درباره حل مشکل افغانستان را نخواستند بشنوند، تاکید بر جنگ کردند و همین طور جنگ سر ما تحمیل شد. ما تا آخر لحظه برای افغانستان آباد و زیبا و مستقل در برابر هر نوع اشغال و استبداد می‌ایستیم و مبارزه می‌بریم، گفت احمد مسعود. این اولین پیام ویدیویی احمد مسعود در نیم سال آخر است. ماه‌های آخر درباره پیکار جبهه مقاومت ملی افغانستان به ضد طالبان تقریبا هیچ خبری به گوش نمی‌رسد، ولی فرماندهان و نمایندگانش این را به فصل سرما ربط داده اعلام کرده بودند که با آمدن بهار حمله‌های خود به ضد طالبان را از سر خواهند گرفت. احمد مسعود سال 1989 در خانواده احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان به دنیا آمده است. او 12 سال داشت که پدرش را جنگیان شبکه القاعده در یک حمله مسلحانه کشتند. احمد مسعود در اکادمی حربی ساندرهرست بریتانیا و از سال 2012 تا 2015 در فاکولته تحقیقات حربی کالج پادشاهی لندن تحصیل کرده. سال 2016 رشته سیاست بین المللی دانشگاه شهر لندن را ختم کرده است. او سال 2016 به افغانستان برگشت و رهبری صندوق احمدشاه مسعود را به دوش گرفت. بعد تصرف کابل از سوی طالبان، احمد مسعود جبهه مقاومت ملی را تشکیل داد. به فرق از دیگر کشورهای منطقه و بازیگران بزرگ بین المللی، تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفت و گفت حکومت را که در آن به نمایندگان عقیده های قومی افغانستان بخصوص به تاجیکان آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهد کرد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون چند بار گفت تاجیک‌ها 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت جایگاه سزاوار داشته باشند. امامعلی رحمون همچنین به صورت آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان که تحت رهبری احمد مسعود به ضد طالبان می‌جنگد طرفداری کرد و پاکستان حامی اساسی طالبان را به برگزاری مذاکرات بین طالبان و تاجیک‌های افغانستان در شهر دوشنبه متقاعد کرد. پرزیدنت تاجیکستان همین طور طالبان را عیبدار کرده است که افغانستان را دوباره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل داده ایستادند. چون این موقع‌گیری‌های دوشنبه رهبران طالبان را عصبی کرده است. طالبان چند ماه پیش تاجیکستان را در دخالت در کارهایش عیبدار کرد و گفت هر عمل عکس العملی دارد. یک نماینده طالبان حتی تهدید کرد که اگر جامعه بین المللی دخالت نکند ما تاجیکستان را در 24 ساعت تصرف خواهیم کرد. نیروهای مرزبانی قرقیزستان خبر دادند که روز 24 مارت در دهه بارباردوق نویه لیلک ولایت بادکند در مرز این کشور با تاجیکستان باز یک تیرپرانی روی داده است. در جریان این حادثه به گروه ساکنان تاجیکستان میسر شده است که یک اتومات کلاشنیکوف و رادیو استانسیای مرزبان قرقیز را از دستش کشیده بگیرند. دهه بارباردوق
بودیهای خستیورز نویه باباجان غفورов ولایت سوغد تاجیکستان هم مرز است. قشونهای مرزبانی تاجیکستان این خبر رو نیست و حال شرح ندادند، ولی مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت مرزبانان قرقیز در یک انبار ماشین پر از پلاستیک تمغه خونده پورت رو پیدا کرده تصمیم گرفتند که برای بازپرسی آن را به زسته‌وی سرحدی برند. در راه راننده در نزدیکی جایی که 15-20 شهروند تاجیکستان جمع شده بود ماشینش را منع کرده همانجا پرتافت و خودش گریخت. در این هنگام شهروندان تاجیکستان تلاش کردند که مرزبانان قرقیزستان را دستگیر کنند. سردار زسته‌وی ژنی ژیر مجبور شد به خاطر پیشگیری از بازداشت سربازان و غصب سلاح چند تیر آگاه کننده خالی کند. شهروندان تاجیکستان نتوانستند مرزبانان قرقیزستان را دستگیر کنند، ولی به آنها میسر شد که یک عدد اتومات کلاشنیکوف را به تیر و یک رادیو استانسیا را کشیده بگیرند. گفته می شود در خبر در پی این حادثه نمایندگان قشونهای مرزبانی قرقیزستان در ولایت بودکند با نمایندگان قشونهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت سوغد توسط تلفن وارد مذاکره شدند. مرزبانان قرقیز میگویند در جریان مذاکره قرار شده است که به زودی ملاقات جانبها صورت بگیرد و در جریان آن جانب تاجیکستان اتومات و رادیو استانسیا را برگرداند. جانب قرقیزستان میگوید وضع در مرز با تاجیکستان آرام است. نیروهای مرزبانی قرقیزستان قبلا خبر دادند که مرزبانان تاجیک روز 19 مارس سال 2022 یک مرزبان قرقیز را که در موضع صدای نویه لیلک هنگام تعقیب یک ماشین مرزشکن به منطقه‌ای که مرزبانهای تاجیک از واحد مرزبانی غونچی نوبداری میکردند گذشته بود لطوکوب کردند. قشونهای مرزبانی تاجیکستان این خبر را نیست و حال شرح نداده است، ولی مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت مرزبانهای تاجیک در جریان زنوزنی سر مرزبان قرقیز را زده کفاندند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ میدهند. خونین‌ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. صندوق بین المللی پول به حکومت تاجیکستان باز توصیه داده است که نرخ نیروی برق را بالا برده با این راه وضع مالیوی شرکت برق تاجیک را بهتر کند. قرض برق تاجیک الکی به 32 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار رسیده است و این شرکت تا رفت به باطلاق رسوایی یا بانکروتشوی فرو می رود. صندوق پول از حکومت تاجیکستان خواسته است برابر بالا بردن تعریف برق ضرر آن برای خانواده‌های فقیر و آسیب پذیر را جبران کند و پیش روی تاثیر منفی بالاروی نرخ برق را برای قشرهای آسیب پذیر حداالامکان بگیرد. ولی بالا بردن تعریف‌های نیروی برق که به حساب از پلیوس از سال 2010 به این طرف 12.5 مرتبه افزود از 9 درم سال 2010 در سال 2019 به 22.66 درم برای 1 کیلووات برای اهالی رسانیده شد تا امروز نتوانست به بهتر شدن وضع اقتصادی برق تاجیک مساعدت کند. بسیاری ها در تاجیکستان بر اینند که ریشه مشکل مالیوی برق تاجیک در نرخ برق یا قرض اهالی نیست، بلکه در این مشکل ریشه در فساد گسترده دارد که مثل ورم سرطان این شرکت بزرگ را از داخل خورده ایستاده است و روز رسوایش را تا رفت نزدیک می کند. به عقیده این گروه نرخ برق را در تاجیکستان هرقدر بالا کنند هم با چنین شرایط پر از فسادی که در داخل برق تاجیک وجود دارد آب ریختن برگ را خواهد ماند، چون که اکثر مبلغایی که از فروش برق به دست می آیند این نظام فساد زده حاکم در داخل برق تاجیک همه را به فایده خود فرو میبرد. حالا در تاجیکستان 11 تعریف مختلف پرداخت پول برق وجود دارد. اگر اهالی برای 1 کیلووات 22.66 درم پرداخت کند، کارخانه ها برای هر کیلووات 55.14 درم پرداخت میکنند. ولی نه همه. کارخانه الومینی سازی ترسونزاده که یکی از استفاده برندگان اساسی نیروی برق به حساب می رود از ماه مای تا سپتامبر برای هر کیلووات همگی 7.20 درم و از اکتبر تا اپریل 11.80 درم پرداخت می کند. موضوع بالا بردن نرخ برق در تاجیکستان در حالی است که اینک 2 سال باز در فصل زمستان در مناطق دهات و قسما حتی در شهرهای صنعتی این کشور لیمیت برق جاری کرده می شود. لیمیت آخرین از اول ماه فوریه تا عید نوروز ادامه داشت. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم.
روسیه میخواهد از 1 ینور سال 2023 از سازشنامه در مورد کفالت حقوق شهروندان کشورهای اسنگ به تامین نفقه خارج شود. این سازشنامه سال 1992 از جانب 10 کشور عضو اسنگ از جمله تاجیکستان نیز امضا شده بود و طبق آن ساکنان این کشورها می توانستند در محل زندگی دائمی خود صرف نظر از داشتن یا نداشتن شهروندی آن جمهوری نفقه بگیرند. حالا یک دلیل خروج روسیه از این قرارداد بار وزنینش به بالای بودجه دولت روسیه گفته می شود. در این باره با استثنات بدتر قانون فدرالی که وزارت مهنت و وزارت کارهای خارجه روسیه تایید کردند، پایگاه خبری اربکا خبر داد. این نشریه میگوید خروج روسیه از سازشنامه کفالت تامین نفقه به آنهایی که علاقه نفقه میگیرند تاثیر نمیکند ولی به مهاجران تاثیر دارد. گفته می شود روسیه با کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا علاقه قرارداد نو امضا کرده است. در شرح زیر طرح قانون نو گفته می شود که سازشنامه سال 1992 وظیفه خود را در مورد به نظر گرفتن منفعت‌های آن نسل‌های شهروندانی که سابقه کار در دوران اتحاد شوروی را داشتند با موفقیت اجرا کرد. از زمان امضای آن علاقه 30 سال گذشت و در این مدت طرز حساب و کتاب نفقه در کشورهای اسنگی نیز عوض شده است. اکثر آنها به نظام نو پرداخت سهولت‌وی پول نفقه آینده از جانب شهروندان گذاشتند. به این دلیل گفته می شود که سازشنامه سال 1992 دیگر جوابگوی ایدئولوژی و پرینسیپ‌های نظام‌های نفقه امروزه نیست و به شهروندان این کشورها امکان نمی‌دهد که هنگام برآمدن به نفقه حقوق خود را به نفقه پوره عملی گردانند. این طرح قانون نو روسیه از جانب وزارت رشد اقتصاد، وزارت مالیه و صندوق نفقه، پالاتای حساب و ریاست حقوق ماموریت پرزیدنت این کشور پذیرفته شده است. سازشنامه سال 1992 از جانب روسیه، ارمنستان، بلاروس، مولداوا و اوکراین و همه 5 کشور آسیای مرکزی امضا شده بود. طبق آن شهروندان این 10 کشور حق داشتند از کشوری که آنجا زندگی دارند نفقه طلب کنند. هنگام دادن نفقه آنها هم سابقه کاریشان در دوران اتحاد شوروی یعنی تا سال 1992 و هم بعد سال 1992 به حساب گرفته میشد. کشوری که این نفقه را پرداخت میکرد برای این از کشورهای دیگر جبران طلب نمیکرد. از بس که حجم نفقه در روسیه بلندتر است، بسیاری ها نفقه خود را رفته در روسیه درست میکردند. این به گردن بودجه روسیه بار علاوگی را بار میکرد و ظاهرا مسکو میخواهد با این وسیله خود را از این بار خلاص کند. عامل دیگری که روسیه را برای خروج از این قرارداد را تحریک می‌دهد احتمال به گردنش بار شدن مسئولیت پرداخت نفقه به میلیون ها مهاجر کوری است که نسل اولش علاقه 30 سال باز در روسیه کار و زندگی می‌کند و ده ها هزار آنها علاقه به سن نفقه رسیدند. دادگاه نویه ولایت برینسک روسیه یک شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی این کشور در 4 مورد عبور غیر قانونی مرز روسیه گناهکار شناخت و به 1 سال محبس سکونتی محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی ولایت برینسک روز 25 مارس خبر داد که این مهاجر تاجیک در دادگاه عبور غیر قانونی مرز روسیه را پوره به گردن گرفت. او را ماه اکتبر سال 2021 مقامات مرزبانی فسب ولایت ولگاگراد دستگیر کرده بودند. دادستانی برینسک در شرح این پرونده گفت طور دادگاه معین کرد این نفر از سال 2016 تا 2021 هرچند میدانست که او را از حق ورود به روسیه محروم کردند، نام و نسب خود را در جمهوری تاجیکستان عوض کرده صاحب شناسنامه نو شد و با آن از گذرگاه‌های گوناگون مرزی وارد قلمرو روسیه شد. در سالهای آخر مقامات روسیه ده‌ها هزار مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان را برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت و همچنین با بهانه‌های اکثرا خرد با صورت بلند راندن ماشین یا سر وقت پرداخت نکردن پول برق یا تلفن برای خط سیاه وارد کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کردند. مهاجرت کاری در روسیه برای کشورهای مهاجرفرست چون تاجیکستان یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله‌ها به شمار می‌رود و در تاجیکستان برای خط سیاه روسیه افتادن و از حق سفر به مهاجرت محروم شدن هر نفر این به معنای از یک منبع اساسی تامین زندگیش محروم شدن دست کم یک خانواده ارزیابی می شود. مقامات روسیه مهاجران را به مهلت 3-5-10 سال و بعضا به مدت از این هم زیادتر از حق ورود به این کشور محروم می کردند. یک وقتها شماره شهروندان تاجیکستان که به چنین روی خطای سیاه افتاده از حق در آمدن به قلمرو روسیه را از دست داده بودند حتی از 300,000 نفر گذشته بود. طبیعی است که برخی آنها نمی توانستند چند سال طاقت کنند تا زمان زپریتشان به پایان برسد.
و شماره از این مهاجران ممنوع الورود نام نسب خود را عوض کرده شناسنامه نو می گرفتند و باز خود را به روسیه می زدند، ولی قانونهای روسیه این کار را همچون عبور غیر قانونی مرز تعبیر می کند و برای آن جزا حتی حکم زندان را پیش بینی کردند. در سالهای آخر درباره با چنین جرم محکوم یا در بهترین حالت جریمه و اخراج شدن دهها مهاجر تاجیک خبرها به دست می رسند. در اینترنت عکس‌های مهاجر جوان از تاجیکستان اشنظرов پرویز عبدونظرویچ سال تولدش 1990 نشر شده است. در اعلان گفته می شود که این جوان در روسیه به سبب نامعلوم وفات کرده است و جسدش یگان 2 روز باز در مرگ شهر لوسینا پتروفسکی ولایت مسکو قرار داشته است. این شهر در تقریبا 35 کیلومتری شهر مسکو جایگیر شده است. از نزدیکان و دوستان پرویز اشنظرov خواستند که جسد او را گرفته خود به خاک بسپارند وگرنه او را در مرگ کرماسیا میکنند، یعنی میسوزانند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به خارج و اساسا به روسیه میروند. هر سال در روسیه و اساسا به علت حادثه های ناخوش در جای کار و جای زیستشان تا 1000 نفر از زادگان تاجیکستان به زندگی پدرود میگویند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که سانحه 24 مارس سال 2022 یکی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی با ارسال نوار قاعده ویرانکنی راننده ماشین تمغه مرسدس بنز از کارمندان میلیته پایتخت تاجیکستان خواسته است تا نسبت به راننده این ماشین چاره‌های دخلدار قانونی اندیشند. کارمندان میلیسا به طور فوری شخصیت راننده و مکان صادر کردن این قاعده ویرانکنی را معاین کردند. آشکار گردید که حادثه مذکور سانحه 23 مارس سال جاری در شهر بختار ولایت ختلان صادر شده. راننده ماشین تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 1200 SD01 شهروند میلیکوف میروجدین سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فیدن می باشد که از جانب کارمندان میلیته پایتخت در حدود شهر دوشنبه بازداشت گردید. چنانچه در نوار دیده می شود نامبرده قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران نموده اتوماشین خود را یک باره از جای ایست به حرکت درآورده است که با این عمل خود حالت خطرناک و صدمه‌آور را به وجود آورده است. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور نسبت به میلیکوف مهراجدین طبق طلبات ماده 325 قسم 3 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده او را برای دغلانه ویران کردن قاعده های حرکت جریمه بستند و همزمان قطعاً آگاهش کردند که در آینده چنین کار را تکرار نکند. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه کوشانیان با عریضه زن 35 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب 21 و 22 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 01:20 شخصان نامعلوم با راه پنهان به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 2520 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 16 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.